سرخط خبرها. گذاشتن سنگ تهداب مجتمع مسکونی لاجورد در ولایت بلخ با سرمایه‌گذاری 150 میلیون دلار توسط معاون اقتصادی ریاست الوزراء. لوله‌گذاری 64 کیلومتر از پروژه تاپی در خاک افغانستان. و سفر پوتین به چین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر بینندگان گرامی. به خبر امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی عروج خوش آمدید. امروز چهارشنبه سوم ماه ثور سال روان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. مولا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء سنگ تهداب مجتمع مسکونی لاجورد با سرمایه‌گذاری 150 میلیون دلار را در ولایت بلخ گذاشت. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم به همین مناسبت گفت که امارت اسلامی به استقلال اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تطبیق پروژه‌های زیربنایی توجه ویژه‌ای کرده است. مولا عبدالغنی برادر آخوند همچنان کار مشترک سکتور خصوصی در کنار حکومت را در ثبات اقتصادی و بازسازی کشور مهم دانست. به گفته معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مجتمع مسکونی لاجورد با 1448 آپارتمان رهایشی و دیگر امکانات ساخته می شود که فرصت‌های شغلی را برای حدود 7000 نفر فراهم خواهد کرد. پروژه تاپی در خاک افغانستان تاکنون 64 کیلومتر لوله‌گذاری شده است. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که کارهای پروژه تاپی در خاک افغانستان به گونه منظم و به سرعت ادامه دارد و روزانه حدود 500 متر لوله جدید نصب می شود. محمد یوسف سعیدی سخنگوی مقام ولایت هرات گفته که تاکنون 64 کیلومتر پروژه تاپی لوله‌گذاری شده و 125 کیلومتر دیگر نیز برای نصب لوله آماده شده است. مولوی مطیع الحق خالص رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست و هیئت امراش در سفر خود به آذربایجان از شرکت دولتی تمیز بازدید کردند. در دیدار هیئت افغانستان با مسئولان این شرکت درباره حفاظت از محیط زیست، نظافت شهری و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو طرف گفتگو و بر تبادل تجربیات تاکید شد. هیئت افغان همچنان در چارچوب 13مین فروم بین المللی شهری از نمایشگاه شهری اوربان اکسپو بازدید و در نشست ویژه‌ای درباره افغانستان که توسط برنامه اسکان به شهر ملل متحد برگزار شده بود شرکت کرد. و خبر آخر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سفر رسمی وارد شهر بیجینگ پایتخت چین شده است. کرملین در بیانیه اعلام کرده است که رؤسای جمهوری روسیه و چین قرار است در مورد روابط دوجانبه، مشارکت و همکاری استراتژیک میان دو کشور گفتگو کنند. بر اساس بیانیه انتظار می‌رود پس از مذاکرات دو طرف یک بیانیه مشترک در بالاترین سطح به همراه مجموعه از اسناد بین الدولتی، بین سازمانی و دیگر اسناد دوجانبه را امضا کنند. بینندگان گرامی، این بود خبر امروز که تقدیمتان شده است. توجه و همراهی شما جهان سپاس. خدا نگهدار.